من هر وقت هوس کیکای کافی شاپی کنم انتخابم همین کیک خونگیه که فقط هم با یه تخم مرغ درست میشه. خیلی خیلی راحت، فراهم زنم نمیخواد. بریم برای درست کردنش. یه دونه تخم مرغ رو با شکر حسابی با هم دیگه هم میزنیم تا قشنگ کرم رنگ بشه و از حالت لختگی در بیاد. بعد اینکه کرم رنگ شد نوبت اضافه کردن شیر و روغن هستش. وقتی روغن و شیر رو اضافه کردین در حد مخلوط شدن هم بزنین کافیه. حالا آرد و پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو که الک کردیم و با هم ترکیب کردیم و طی 2 مرحله بهش اضافه میکنیم و آروم و به صورت دورانی هم میزنیم تا موادمون یک دست بشه. ببینید غلظت موادمون باید یه همچین چیزی باشه. بعد اینکه مواد کیکمون آماده شد قالبمون رو حسابی با کره چرب میکنیم، آرد پاشی میکنیم. مواد کیک رو دایره‌ای بریزین که کیکتون گنبدی نشه. دم کنی میذاریم روی گاز تا بپزه. بچه‌ها من میخوام برای سسش از سس گاناش استفاده کنم. مقدار برابر از خامه و شکلات تخته آب شده رو با هم ترکیب میکنم. اگه غلیظ بود میتونیم به شیر اضافه کنین. بعد حدوداً 45 دقیقه تا 50 دقیقه کیکمونم آماده شده. میتونیم برگردونین سطحش هم یک کوچولو برشته بشه. حالا این سس خوشمزه رو بهش اضافه کنین. با هر چیزی هم که دوست داشتین تزیینش کنین. نکات دقیقش رو داخل کپشن براتون نوشتم. مرسی که تا اینجای کلیپ همراهمون بودین. لایک و فالو یادت نره.